با سلام، من دکتر افتخارزاده هستم، متخصص قلب و آریتمی‌های قلبی. بیمارانی به ما مراجعه میکنند و ازمون سوال میکنن. بیمارانی هستن که دچار فیبراسیون دهلیزی شدند و بهشون توصیه شده که برای درمان فیبراسیون دهلیزی در واقع یک عمل جراحی به صورت بسته که ما بهش میگیم ابلیشن انجام بشه. سوالی که اغلب اینها از ما میکنن بنا به اطلاعاتی که از قبل به دست آوردن این هست که آیا باید در واقع RFA یا رادیو فرکانسی ابلیشن براشون انجام بشه یا اینکه کرایو ابلیشن و تفاوت این دوتا چی هست. من در این ویدئوی کوتاه میخوام به طور خیلی خلاصه تفاوت این دو رو و جایگاه هر کدوم رو توضیح بدم. از نظر نتیجه میخوام بگم هر دو تا این اقدامات تقریبا تأثیر مساوی دارن، میزان اثردهی هر دو تا این روش ها مشابه هست، ولی دلایلی وجود داره که ما به عنوان پزشک اغلب تمایل داریم از روش کرایو ابلیشن استفاده بکنیم. در روش RF در واقع از امواج رادیویی استفاده میشه و ما میریم توسط کاتترها یا سیمای خیلی ریزی که از کشاله ران و از طریق سیاه رگ میریم وارد دهلیز راست میشیم و بعد وارد دهلیز چپ و از نوک این کاتترها یا این سیمها امواج رادیویی رو به نسج دهلیز اون جاهایی که آریتمی داره میدیم و این به صورت نقطه نقطه انجام میشه. ما باید در واقع با نقاط متعدد رو به هم وصل کنیم و این نقاط متعدد حالت در واقع خطی یا لینیر به قول معروف ایجاد میکنند و باید اطراف وریدهای ریوی، چون در حدود 90% از موارد فیبراسیون دهلیزی علت فیبراسیون دهلیزی از سلول‌های آریتمی هستند، آریتموژنی هستند، سلول‌های ایجاد کننده آریتمی هستند که در داخل و در مدخل وریدهای ریوی قرار دارند. ما به طور معمول 4 تا ورید ریوی داریم که وارد دهلیز میشن. بنابراین در روش RF کاری که انجام میشه اینه که ما با این کاتترها نقطه به نقطه اطراف این وریدهای ریوی رو باید بسوزونیم، درجه حرارت رو بالا میبریم. بالا رفتن درجه حرارت باعث میشه که سلول هایی که این کاتتر ما با اون در تماس هستند در واقع مسیر و ایجاد کننده آریتمی هستند از بین برن. بنابراین طبیعی هست که چون کار به صورت نقطه نقطه انجام میشه یک در واقع عمل طولانی تری خواهد بود نسبت به روش کرایو بالون که من اون رو هم توضیح خواهم داد برات. بنابراین ما مشکلی که اینجا داریم یکی تایم هست، یکی مقدار اشعه‌ای که خورده میشه در این روش بیشتر هست نسبت به روش استفاده از بالون های فریز یا کرایو بالون. در روش کرایو بالون کار به این صورت هست که ما یه بالونی رو داریم که این بالون رو باز از طریق کشاله ران اول و از طریق دهلیز راست وارد دهلیز چپ میکنیم و بعد این بالون رو میبریم میذاریم در مدخل همین وریدهای ریوی. بالون در داخلش گاز نیتروژن تزریق میشه و درجه حرارت در داخل بالون به حدود منهای 40 تا منهای 50 درجه میرسه. این درجه حرارتی که در این حد پایین اومده هر جا که بالون در تماس با نسج دهلیز هست باعث میشه که سلول های اون ناحیه آریتمی ایجاد میکنن از بین برن. بنابراین در روش بالون به دلیل اینکه بالون وسعت ناحیه تماسش بسیار زیاد هست ما میتونیم با سرعت بیشتری کار رو انجام بدیم و این سرعت بیشتر طبیعی هست که با عوارض کمتری هم میتونه همراه باشه. بنابراین اون چه که امروزه در اغلب جاهای دنیا برای فیبراسیون دهلیزی در وهله اول انجام میشه، در پروسیجر اول انجام میشه، استفاده از بالون کرایو هست. البته من اشاره بکنم که روش جدیدتری به اسم پالس فیلد ابلیشن یا PFA هم وجود داره که هنوز این روش رو ما در ایران در دسترس نداریم. این روش خیلی جدید هست، در 1-2 سال اخیر داره به صورت گسترده در جاهای دیگه دنیا استفاده میشه و ما امیدواریم که این روش رو هم در آینده نزدیکی در ایران داشته باشیم. خیلی ممنون از توجهتون.